یه تفنگ بخرید و ترساتونو خاک کنید، چون هر جور شده باید مغزاتونو باز کنید. قصه خصوصی ترین بخش حیات هر کسه یه روانیه که میکشتت تو حیات خلوتش. این چاقو هر چقدر که باید تو میره، فهمیدم هرکی بهم گفت دلیلی از دروغ میگه. هر شب میمیرم و گاهی وقتی خورشید طلوع میکنه این کثافت واسه یه بار دیگه شروع میشه. یه مرد عاشق و از نقص چه با کردن اینا زکتر از موتوی دست مرده ها. این جامعه گریزی تنها لطفی که بهم کرده باعث شده متهم نشم به قتل کسکشا. بهم میگن تو شرات فحاشی، بهشون میگم اونا که گوش میدین چطور پلاشی. آره شما با فوش مشکلی ندارید، رپ کنه و بیرو میخوان که ترجیم هیدیم نباشیم. من به این ایگو نیاز دارم واسه بقای یاقی ثمره این شکنجه غیره فرانسانی. حتی ایولا باشیم نیاز به نوازش داریم، این بازی ریشه ای داره در خاک روانشناسی. قصه ها دارم تو حاضری بدونیش، من اگه کتاب بنویسم حاضری بخونیش. شما چه منزلتی دارید اگه مرزی نباشه؟ حالا من مرده شما زنده، مگه فرقی هم داره؟ I want you to get this book where he breathes. I want you to find this Nancy boy Elliot. I want him dead. I want his family dead. I want his house burned to the ground. I want to go to Villanova and Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. از منم مثل این مزاحب چیزی بردار و برو، چون از من چیزی تضمین نمیکنه فردای تو رو. دست خالی میجنگم با این، با پر خالی، چون با اصلم که نمیگیرم دستای تو رو. هر روز بهم میرسه نکته ها از غیر، پس هرکی میخواد نباشم این گونه کس مادرش. کل جوونیمو درگیرم با قانونی که نباید و گردن تو میبرم با چاقویی که ندارم. من زیر سنوبریم که زیر سایه موندم روبروی اونا که عاشق زندانبانشونن. دوری از من و اینو قبولش کردم، همونجا بمون چون بعضی آدم از دور بهترن. خودشو نشونم داد یکی از اون شبای بلند، روزایی که فکر میکردم واسه من آسمون مرده. نه این که خودشون نتونن بخرنش، ولی این که از طرف من باشه شاید شادشون کنه. هنو دستم سنگینه یه جنازم، ولی تو فکر میکنی رنگم پریده. گاهی تو بدترین مکان و بدترین زمان اتفاقی میفته، میفهمی از این بدترم میشه. صورت آدم و تو نگاه کن، فکر میکنم ترسیدن. چاقو تو از بدنم در نیار، من تازه دارم گرم میشم.